خب میرسیم به جلسه دهم از مجموعه ویدیوهای آموزش داکینگ مولکولی. تو این جلسه 2 مطلب رو میخوام بهتون یاد بدم. اولش اینه که ما چطوری میتونیم یه تعداد زیادی لیگاند رو با یه پروتئینی داک بکنیم که این رو من به 2 روش بهتون یاد میدم. و مطلب دومی که میخوایم در موردش صحبت بکنیم اینه که اگه خاطرتون باشه تو جلسه قبلی ما توی تفسیر نتایج داکینگ اون قسمتی که بایندینگ انرژی رو در موردش صحبت کردیم یه سری مباحث آماری رو من اومدم گفتم که تو آر اومدم یه سری مثال زدم. اون تا مثالمون واقعی نبود دیگه، مثالمون فرضی بود که ما مثلا یه تعداد بایندینگ انرژی داشتیم، یه توزیع نرمال بود و می اومدیم یه فرمول برای پی ولیو تعیین می‌کردیم و میتونستیم مشخص بکنیم که با توجه به جامعه آماری که داشتیم نسبت به لیگاند رندوم این بایندینگ انرژی ما کجا باشه میتونه در واقع حالا یه مثلا بایندینگ انرژی خوبی رو براش در نظر بگیریم و بگیم مثلا این عددی که ما گرفتیم عدد خوبیه. کاری که ما تو جلسه قبل کردیم صرفا کانسپتش بود و به اصطلاح اون اعدادی که استفاده کرده بودیم واقعی نبود. حالا من تو این جلسه میخوام یه دور این کار رو واقعیش رو براتون انجام بدم، یعنی بریم 1000 تا لیگاند رو دانلود بکنیم، بهتون میگم چجوری این کار رو میکنیم و بیایم 1000 تا لیگاند رو همه رو داک بکنیم و همه رو نتایجش رو به اصطلاح بیایم آنالیز بکنیم و خیلی چیزای جالبی به دست میاد و شاید خیلی میتونه براتون جالب باشه. تمام حالا اون اسکریپت ها چون توی آر قرار انجام بدیم، اسکریپتاشو من از قبل نوشتم، همه رو در دسترستون قرار میدم، توی گروه میذارم، میتونید خودتون دانلود کنید، خودتون هم این کارا رو میتونید انجام بدید، میتونه چیز جالبی باشه. خب برای شروع بریم اول از همه نرم افزار پایرکس رو بهتون بگم. این نرم افزار پایرکس یه نرم افزار فریه، خیلی راحت میتونید دانلودش بکنید. اگر توی گوگل سرچ بکنید پایرکس دانلود، براتون همین لینک اول میاد، واردش که بشید 4 تا نسخه داره که خب یه سرش پولیه، یه دونه فری داره. این فریه رو که بزنید تو صفحه بعدی راحت میتونید به اصطلاح این رو دانلودش کنید. رو دانلود میزنید و تمام، که من اینو دانلودش کردم الان. خب نرم افزار بدی نیست، نرم افزار خوبی، حالا بیشتر به خاطر اینکه نرم افزار معروفیه و بچه‌ها مثلا معمولا میپرسن که مثلا آموزشش هست یا به چه صورته. من ترجیح دادم که تو این جلسه بیام این رو آموزش بدم که کامل باشه به اصطلاح مطالب و سرفصلمون. منتها خود من از این استفاده نمیکنم، هم یه سری محدودیت داره، هم یه مقدار باگ داره، شاید چون نسخه پولیه شاید اینجوریه که باگ داره و یه سری کارا رو اجازه نمیده بهمون که انجام بدیم. شاید تو نسخه پولیش اینا رو باز کرده باشن. خب ببین نرم افزاری که باز میکنید این پایین یه سری تب داره. این برای اتوداک وینا، این برای اتوداک، این اوپن بیبل که جلسه پیش دیدید باش فایل رو کانورت میکردیم، اینجا یه پایتون شل گذاشتن، اینم که لاگره. خب ما فرض کنید میخوایم بیایم حالا داکینگ مثلا یه تعداد لیگاند با یه دونه پروتئین رو مثلا بیایم با وینا انجام بدیم. من ویناشو میگم، حالا شما دوست داشتید میتونید خودتون انجام بدید، عین همه پروسش، هیچ فرقی نمیکنه. توی وینا بیاد استارت رو بزنید و اینجا نوشته که نو لیگاند نو ماکرو، چون هیچی هنوز ندادیم بهش. خب من میام اد ماکرو مولکول رو میزنم، میام رو دسکتاپ، همون فایلی بود که تو جلسه پیش کار میکردیم باش، پروتئین فاینال، اینو بهش میدم. خب ببینید داره اد میکنه، این پروتئینه. خب میام چیکار میکنم، یه سری لیگاندم بهش میدم. من یه سری لیگاند آماده کردم از قبل، لیگاند پی دی بی کیو، همه رو پی دی بی کیو تی بهش میدم دیگه، چون خود این نرم افزار میتونه اینا رو تبدیل کنه، حتی انرژی مینیمایزینگ هم انجام میده، ولی دیگه نیازی نیست که ما اینا رو همه رو تو جلسه پیش همین کارا رو کردیم. اینجا یه سری لیگاند همینطوریه، حالا اسمش چیزای دیگه بود، من اسمشو عوض کردم، A1 تا 8، حالا همینا رو بهش میدم، اینو میدم. ببین یه ارور میده، حالا من با این ارورش حالا کاری نداریم فعلا. یه سری ارورایی که میده مال باگای خودشه بیشتر، مثلا یه موقع ارور میده، یه موقع ارور نمیده، در نهایت هم کارشو انجام میده. خب اینا رو هم اد میکنم، مثلا 3 تا، حالا برای اینکه زیاد نشه وقتمون گرفت نشه من 3 تا میدم فقط. خب یه دونه پروتئین دادم، 3 تا لیگاند. ببینید الان من روی این لیگانده که کلیک کردم، ببینید آدرسشو نوشته برای لیگاند من اینه، همین پروتئین فاینال دات پی دی بی کیو تیه و اما نو لیگانده دیگه. حالا من کافی بیام اینا رو کنترل رو بگیرم، کلیک بکنم، ببین 3 تا لیگاند شد و اینم که پروتئینمه. حالا اگه فوروارد رو بزنم توی مرحله بعد گرید باکس هم رو مشخص میکنم
شما میاد گرید باکس رو براش مشخص میکنید، مثلا میذارم اینجا و اگر فوروارد رو بزنم دیگه شروع میکنه انجام دادم. منتها دقت بکنید الان 2 محدودیت داشتیم ما اینجا. یکی تو این قسمت جایی که لیگاند رو اد میکنیم به ما اجازه انتخاب دسته‌ای نمیده که مثلا من درگ کنم یهو 10 تا رو انتخاب بکنم یا اینکه مثلا با کنترل یا شیفت بگیرم. البته شاید میگم مال نسخه احتمالاً فریش اینجوری باشه، شاید اگه نسخه های پولیش رو بگیرید این مشکل رو نداشته باشه. یکی هم اینجا این به اصطلاح گرید باکس رو کاش یه قسمتی براش میذاشه که ما عدد رو وارد میکردیم، چون اینجوری من اگه بخوام بر اساس اون فایلی که تو جلسات پیش داشتیم گریدیم بود که اومدیم گرید باکس رو اعدادش رو سیو کردیم، مختصات و سایزش و اینا رو، مثلا اینا رو می‌مدیم وارد می‌کردیم خوش پیدا می‌شد. دستی بخوایم تنظیمش کنیم خیلی طول می‌کشه و سخت میشه. حالا مهم نیست، خواهیم کار رو یاد بگیریم. خب فرض کنیم که گرید باکسمون هم تنظیم کردیم، فوروارد رو اگه من بزنم ببینید شروع میکنه همون در واقع اتوداک وینا رو برامون اینجا اجرا میکنه و 3 بار باید انجام بده دیگه. 3 تا لیگاند دارم، یه دونه پروتئین. خب اولیشو انجام داد، این دومیه برای آ2 رو داره انجام میده. خب منتظر باشیم. حالا تا این داره انجام میده ببینید اینجا نرم افزار اوپن بیبل شما میتونی فایل اد کنی، اینسرت رو میزنی، این رو میزنی، فایلتو میدی، حتی میتونی کارهای مختلف انجام بدی، حتی مثلا میتونی مینیمایز انرژی مثلا بیای براش انجام بدی با روش مختلفی. خب بذارین انجام داد بعد بهتون نشون بدم. نمیدونم الان کار میکنه یا نه، بذارید یه دونه همینطوری بزنیم دسکتاپ، بذارید یه فایل STF بهش بدم. خب مثلا یه همچین فایلیه و مینیمایز انرژی اگه روش انتخابش کنم، مینیمایز انرژی رو بزنم، میگه با کدوم روش میخوای، UFF میخوای، FF94 رو میخوای، کدوم میخوای انتخاب میکنم، تعداد راناش هم میگم، اوکی و میزنم و انجام میده. خب که حالا نمیخوام الان و میتونم راست کلیک کنم سیو از رو بزنم و به هر فرمتی که میخوام میتونم این رو تبدیلش بکنم. دقیقا همون کارهایی که اون انجام میداد. خب بریم این ور. خب داره انجام میشه. این فکر کنم آخری. آره این شماره A3. خب وقتی تموم بشه این قسمت، این پایین در واقع نتایج رو بهمون نشون میده و اینجا هم خروجی ها رو داریم توی منوی اتوداک. این خروجی های در واقع آندرلاین اوت همون اوتپوت های در واقع اتوداک ویناس که فرمتش هم PDBQT بود. حالا من رو هر کدوم که راست کلیک کنم دیسپلی رو بزنم ببینید الان مثلا مدل های مختلفشه دیگه، اینا حالت های مختلفشه. بذار زوم بکنیم. خب مثلا اینجا رو ببینید، بذار اینا رو هم داره نشون میده. تیکاشو بردارم. خب ببین مثلا مدل این مثلا این یه پوزشه، این یه پوزه، این یه پوزه. میبینید حالت های مختلف رو ما اینجا در واقع میتونیم داشته. حالا هر کدوم از اینا رو که من بخوام میتونم چیکار بکنم، میتونم این مال آ1 دقت بکنید، این دوتا مال آ1، این مال آ3 میبینید، این مال آ2. خب میتونم مثلا اینو بیام چیکار کنم، راست کلیک کنم سیو از PDB رو بزنم و بیام سیوش کنم و بعداً برم ویژوال با همون روشی که قبلا بهتون گفتم میتونیم به راحتی ویژوالایزش کنیم. پس دیدید به همین راحتی، چیز خاصی نرم افزارش نداره، خیلی راحت. حالا دوست داشتید خودتون اتوداکش هم یه بار انجام بدید. خب بریم سراغ در واقع روش دوم. ببین همین الان ارور داد C++ ران تایم، میگم این مشکلات در واقع نرم افزارش هست. خب روش دوم که میخوام بهتون میگم این روش خیلی بهتره. منتها این روش رو اونایی که کد نویسی بلدن، حالا فرق نمیکنه، حالا کد نویسی به هر زبانی، چه آر، چه پایتون، چه حتی نه کامندایی که شما توی CMD تو ویندوز یا تو لینوکس می نویسید، اگر وارد باشه خودتون میتونید این کار رو انجام بدید. ولی از اونجایی که معمولا بچه‌هایی که رشته تحصیلشون بیولوژی و پزشکی هست آشنایی زیاد ندارن، روی این هیت خب یه مقدار ضعیفن. کاری که من انجام دادم اینه که همه اینا رو حاضر آماده براتون اسکریپتاشو نوشتم، فایلشو گذاشتم، شما فقط اجرا میکنید به همین راحتی
و به اصطلاح دیگه هیچ سختی هم براتون نداره. این روش خیلی بهتریه، اما میگم به خاطر اینکه معمولا بچه‌ها یه مقدار گیج میشن سر این کداش، نمیان سمت این روش، که حالا من تصمیم گرفتم بیام اینا رو همه رو براتون بنویسم، آماده بذارم. هم میگم اینا رو هم براتون تو گروه میذارم که به اصطلاح داشته باشه، بتونین استفاده بکنید. خب چجوری حالا این کار رو انجام میدیم؟ اولین کاری که انجام میدید اینه که یه پوشه میسازید. من الان یه دونه پوشه تست ساختم اینجا روی دسکتاپ، شما هر جایی که خواستید میتونید بسازید. و اون فایلایی که در اختیارتون قرار میدم تو گروه میذارم، اونها رو به صورت یه فایل زیپه شما دانلودش میکنید و از حالت زیپ خارجش میکنید، اکسترکتش میکنید یا آنزیپش میکنید و داخلش یه سری فایله، یه همچین چیزیه. یه دونه پوشه است که فعلا توش خالیه، بهتون میگم به چه درد بخوره. یه در واقع تعداد اسکریپت آره که نرم افزار آر استودیو رو و زبان آر رو حتما باید نصب داشته باشید تا اجرا بشه، و 2 تا فایل نوتپده که یه سری توضیحات داخلش نوشتم براتون گذاشتم، و 3 تا هم نرم افزاره که یکی ویناه که داکینگمون رو میخوایم باشه انجام بدیم. 2 تا نرم افزار دیگه هم هست که نیازی این رو شاید داشته باشی. اگر نرم افزار اوپن بیبل رو تا حالا رو سیستمتون نصب کرده باشید، کافی راسکلی پراپرتیز رو بزنید، اوپن فایل لوکیشن رو بزنید، برید تو مسیر نصب و این فایل ها رو من از همینجا برداشتم. یکیش اوپن بیبل مینیمایز، او بی مینیمایز، یکی دیگه هم خود اوپن بیبل دیگه. در واقع میشه این دقیقاً. این دوتا رو من کپی کردم واسهتون گذاشتم. ترجیحاً حتما نصب داشته باشید که به ایراد نگیره، یعنی هم وینا هم اینا رو نصب داشته باشید. منتها من این 3 تا فایل که قرار باشون کار بکنیم رو براتون اینجا تو این در واقع فایلی که قرار اکسترکتش بکنید گذاشتم. این رو هم خب از جایی نمیتونید دانلود کنید دیگه، مثل نرم افزاری که تا الان بهتون گفتم که مثلا میگفتیم برید تو این فلان سایت دانلود کنید، نیست دیگه، چون اینا در واقع اسکریپتاییه که خودم براتون نوشتم و روش یه جورایی یه روش آماده است. نمیگم ابداعیه چون ابداعی نیست، تقریبا همه این کار رو انجام میدن، منتها خودشون کدا رو میزنن. ولی خب بچه‌ها از اونجایی که مشکل کد نویسی دارن و مثلا برنامه نویسی بلد نیستن و حالا آر یا پایتون یا هر زبان دیگر نمیدونن دیگه، من مجبور شدم اینا رو بیام آماده در اختیارتون قرار بدم. خب چی کار میخوایم بکنیم؟ مثلا من میخوام 10 تا لیگاند رو، حالا 10 تا میخوایم انجام بدیم الان، بعد جلوتر تو قسمت بعدی که توی مقدمه هم ویدیو هم بهتون گفتم دیگه، گفتم مثلا بریم 1000 تا لیگاند رو بیایم داک بکنیم، جلوتر با تعداد بیشتری میریم جلو. خب من یه تعداد لیگان رو، یه تعداد بذارید ببینم اینجا کجا بود، توی بکنم تو این فایل بود، یه جایی یه تعداد لیگاند، آها اینجا. ببینید یه تعداد لیگانده که این لیگاندایی که خب ما دانلود میکنیم از فایل، از توی مثلا دیتابیس مختلف مثل پاپ کم و مثلا حالا جای دیگه، خب فرمتشون SDF دیگه. خب الان من فرض کنید که این 1 2 3 4 5 6 7 8 تا مثلا، الان من 8 تا لیگان دارم که فرمتش SDF. من میخوام این 8 تا رو بیام با پروتئین هم داک کنم. خب بریم پروتئین هم بیاریم، همون پروتئین فاینال بود دیگه، پوشش کجا بود؟ اینجا بود. خب پروتئین هم بیارم، اینم پروتئینمه که پروتئین هم الان PDBQT آماده است، همه کارش انجام شده توی جلسه قبل. منتها لیگاندا رو من دانلود کردم، انجام ندادم کاراشو. حالا میخوام بهتون نشون بدم که چجوری میتونیم کار انجام بدیم. خب ببینید یه هلپ گذاشتم، داخلش تک تک مراحل رو براتون نوشتم باید چیکار کنید. خیلی هم آسونه. توی مرحله اول استپ 1 گفتم که چیکار کنید، لیگانداتون رو بیارید تو همین فولدر که خب ما آوردیم، فرمتش هم STF. توی مرحله دوم باید فایل STF مون رو رینیم کنیم. چرا رینیم کنیم؟ به خاطر اینکه تو مرحله بعدی من وقتی میخوام به اتوداک وینا بگم به اصطلاح بیاد اینا رو داک بکنه، باید اسم به اصطلاح اینا باید یه اسم مشخص داشته باشن که وینا بتونه بفهمه چی رو باید داک بکنه. بنابراین در واقع باید اسمشون رو رینیم کنیم، ولی نیاز نیست دستی این کار رو انجام بدیم، چون الان اینجا 8 تا، اگه 1000 تا باشه، اگه 500 تا باشه خب نمیشه دیگه. من اومدم چیکار کردم، یه اسکریپت رینیمر نوشتم براتون که اینجا ببینید این رینیمر، اینو بازش بکنید تو آر. بعد از اینکه بازش کردید
یه همچین اسکریپتیه که میاد چیکار میکنه؟ فایل رو رینیم میکنه. اولین کاری که بکنید تو قسمت setwd آدرس به اصطلاح اون پوشه‌ای که توش هست رو بدید. من دادم دقیقا همین پوشه‌ای که اینجا. خب و از این قسمت سلکت بکنید تا اینجا، تا قبل از این در واقع هشا ران کنید. حالا یا میتونید این بالا رو بزنید یا کنترل اینتر بزنید. ببینید این کارو که انجام میدیم نگاه کنید همه لیگاندا اسمشون شد لیگاند 1-1.scf لیگاند -2.scf. اسمشون درست میشه که ما تا انتها بتونیم با همین اسما بریم و در واقع نرم افزارمون گیج نشه که باید چیکار بکنه. خب پس خیلی راحت این اسکریپت میاد رینیم میکنه. خب اینم انجام دادیم استپ 2 رو. استپ 3 اینه که بیایم انرژیاشو مینیمایز کنیم دیگه. اون کاری بود که ما قبلا انجام میدادیم. خب چجوری بیام انرژی مینیمایزینگ رو انجام بدم؟ خیلی راحت. یکی از نرم افزارهای خود اوپن بیبل که من اینجا کپی کردم همین اوبی مینیمایز بود دیگه. خب اینجا نکنه این مرحله باید تو CMD انجام بدیم. چیکار میکنم؟ توی استارت منو میرسم CMD راست کلیک میکنم ران از ادمنستریتور رو میزنم یس رو میزنم این باز میشه. این CMD. اولین کاری که باید بکنم اینه که ببین الان آدرسش یه جای دیگه است، سیستم 32. یه CD میزنم یا چنج دایرکتوری، یه فاصله میزنم آدرس پوشمو میدم. الان نگاه کنید الان من هر کدی بزنم در واقع تو اینجا اجرا میشه. خب حالا میام چیکار میکنم؟ میام ببین گفتم چیکار کنم؟ باید بیام انرژی مینیمایزینگ رو انجام بدیم. خب چه کامندی بزنم؟ من کامندا رو واسهتون تو این فایل گذاشتم. ببین بازش که بکنید اولی به انرژی مینیمایزیشنه. این کد رو دقیقاً که از اینجا این حشر رو نذارید. اینا رو من چون قبلا تو آر نوشته بودم اینو گذاشته بودم، اینو نمیخواد. از فور بیاید در واقع کپی کنید. خب تا این انجام میده من واسهتون توضیح میدم این چی است. کافی بیاد این رو اینجا پیستش کنید. تمام. اینتر رو میزنید ببین شروع میکنه دونه دونه فایل رو. اینا این لیگاند 2 الان لیگاند 3 انجام داد 4 5 داره انرژیاشو مینیمایز میکنه. خب بذار بهتون بگم چی هست این. خب تمام شد. این در واقع میاد چیکار میکنه؟ میاد از این فایل استفاده میکنه، میاد فورس فیلد رو این داش اف اف یعنی فورس فیلد میگه بیا از MMFF94 استفاده کن که بهتون گفتم دیگه اینا روش‌های مختلف. بذار اینو با آووگادرو وا کنم یکیشو بهتون نشون بدم. ما توی مینیمایز کردن انرژی که تو جلسه قبل بهتون گفتیم روش‌های مختلفی داشتیم دیگه. ببینید MMFF94 UFF و روش‌های دیگه که حالا من در واقع اینو دادم، شما میتونید عوضش بکنید و تعداد راناش هم دادم 1000. لیگاندم رو ببینید برای چی رینیمش کردم؟ برای اینکه بهش گفتم بیا به اصطلاح لیگاندا رو هر فایل SDFی که اولش لیگاند داش این درصد آیه است که میتونه عددهای مختلفی باشه رو بهش بده. واسه همین رینیم کردم دیگه که این میخواد بیاد انرژی رو مینیمایز بکنه در واقع بفهمه. فقط یه چیزی رو من یادم رفتتون بگم قبل اینکه انجام بدم، اونم این بود که این قسمت خیلی مهمه. تعداد لیگاندای شما هر چی که هست شما این عدده رو باید بهش بدی. الان من 8 لیگاند دارم باید 8 تا بدم. این چیکار میکنه؟ میگه از شماره 1 تا 8 یعنی اینجایی که درصد آیه یه بار 1 میذاره میشه لیگاند داش 1 دات STF رو انجام میده، بعد لیگاند داش 2 دات STF رو انجام میده. خب حالا شما چیکار میکنید؟ مثلا 100,000 تا لیگاند دارید میدید 1000. الان من 8 لیگاند داشتم میدم 8. خب پس اینو اینجوری بدید دیگه. درست شد؟ این من یادم رفت اولش زودتر بهتون بگم. خب حالا بریم سراغ مرحله بعدی. الان اینا انرژیاشون هم مینیمایز شد. خب بریم فایل هلپ رو بیارم. خب ببینید تو مرحله بعد میخوام چیکار کنم؟ کانورت کنم SCF رو تو مولتو که تو CMD. خب بریم کامنداشو ببینیم. کامنداشو براتون گذاشتم. خب اینه کانورت. بذار اینو من بذار درستش بکنم، خواستم بفرستم براتون. خب کانورت SCF تو مولتو چیکار میکنم؟ این دستورشه که گفتم از فور دیگه این اولیه رو نمیخواد. تعداد لیگاندامو درست میکنم، هر تعداد دارم این عدد رو میدم. الان 8 تا دارم 8 تا میدم و دیگه هیچ کاری با بقیه‌اش ندارم. این میاد چیکار میکنه؟ میاد از نرم افزار این نرم افزاری که اینجا داریم همون اوپن بیبل استفاده میکنه، کانورت میکنه. میام اینو بازش میکنم، میام پایین
این دستور رو پیستش میکنم، اینتر میکنم، ببینید داره انجام میده، تبدیل به مولتو شد همشون. خب حالا که انجام شد اسماشون ببینید اسماشون به هم میریزه. من واسه همین کاری که کردم اینه که تو رینیمر تو مرحله بعدی میایم این مولتوها رو اسماشو درست میکنیم. پس مرحله بعدی استپ بعدیمون میشه چی؟ رینیم کردن مولتوها، یعنی استپ 5 الان تو آره. خیلی راحت میاد این یه تیکر رو سلکتش میکنید، آدرس رو یادتون باشه درست باشه حتما و ران میکنم و تمام، درست شد. خب تو مرحله بعدی باید مولتو رو بکنم PDBQT. خب دستورش تو CMDه. خب کامند رو بیاریم اینجا رو ببینید، اینه دستورش دقیقاً که شما ببین من اون سری که انجام داده بودم 73 تا لیگان دارم، میکنم اینو 8، بقیه‌اش هم دیگه نمیخواد دست بزنه. از فور میگیرم سلکت میکنم میدم به CMD اینتر میکنم و اینجا ساخته شد. باز ببینید اسمش به هم میخوره 11 21 31. اومدم چیکار کردم تو مرحله بعد یعنی استپ بعدی رینیم میکنم PDBQT ها رو که تو آره اسکریپتش اینها، ببینید رینیمرش اینجا، اینو اجرا میکنم. این آدرس هم باید درست باشه حتما. خب اجرا میکنم و تموم. ببینید دقیقاً اسمش هم به ترتیب شد. خب حالا تو مرحله بعد میام چیکار میکنم؟ میام این لیگاندا رو و پروتئینمو میدم به اتوداک وینا. منتها ما قبلا دستور تنهاییشو اجرا میکردیم، این دفعه من این کدش رو توی فور گذاشتم، توی حلقه گذاشتم که میاد تک تک این لیگاندا رو از لیگاند شماره 1 تا اون تعدادی که هست میاد انجام میده. خب توی CMD باید انجام بدیم دیگه، اینا اتوداک وینا CMD. خب بریم کامندش رو بیاریم، کامندش اینجا، اینا اتوداک از فور میگیرید. خب فقط چند تا قسمتشو باید ادیت کنیم. یکی تعداد لیگاندامونه که من 8 لیگاند دارم میدم 8. اینجا بعد رسپتور اسم پروتئین رو میدید، لیگاند رو اصلا دست نزنید. ببین همجوریه دیگه، لیگاند داش درصد آی، یعنی عدده هر سری قراره تغییر بکنه از عدد 1 تا 8، یعنی میشه لیگاند داش 1 دات PDBQ داش 2 دات همطوری میره الی آخر. اینم در واقع اون مختصات، اون سایز و اون به اصطلاح پوزیشن گرید باکستونه که اینا رو خب قاعدتا باید داشته باشید. تو جلسه پیش در موردش صحبت کردیم. اینم تعداد رانشه. اسم خروجی ها هم تغییر ندید، اوت به اصطلاح این اسم هم تغییر ندید به هیچ عنوان، چون تو مرحله بعدی میخوایم از اینا با همین اسم استفاده بکنیم. خب پس من میام این رو از فور کپی میکنم میدم اینجا و میدم به داخل CMD میزنم. خب یه ایرادی گرفت، گفتش که من نمیتونم پروتئین فاینال دات PDBQT رو پیدا کنم. خب بذار این لاگا رو که از ساخته این لاگا همه خالیه الان نتونسته، بذار پاکش بکنم. پروتئین فاینال دات PDBQT رو من نذاشتم اینجا، مثل این که آره نیستش. خب پس بذارید من بیارم، باید پروتئینم حتما تو این محل باشه، پروتئین فاینال دات PDBQT. خب الان اومد. خب الان اگه دوباره این کد رو اجرا کنم، دکمه فلش بالای کیبورد رو زدم آورد، میزنم. خب ببینید الان داره انجام میده. خب بذار بزرگش بکنیم، ببینید داره بایندینگ سایت رو آنالیز میکنه، رفت که انجام بده. خب این بالا رو نگاه بکنید، اینجا ببینید نوشته لیگاند داش 1 دات PDBQT، فایل اوتپوتش میشه اوتپوت داش 1، الان شد داش 2 دیگه رفت بعدی، و لاگی هم که میده لاگ 2. پس یادتون باشه هر فایل PDBQT که دارم در واقع ریزالتش به همون عدده و لاگش هم به همون عدده. الان مثلا لیگاند 1 دات PDBQT میشه لاگ 1 و خروجیش هم یه خروجی اوت هم داره دیگه، اینا اوتپوت 1. پس این سه تا با همن، اینو این با همن. دقت بکنید این نکته رو، هر کدوم از این لیگاندا رو خواستید بعداً برگردید ببینید چی بوده، دیگه با مولتو STFش کار نداشته باشید، چون ما رینیم میکنیم اینا جابجا میشن.
مثلا ممکنه این لیگاند 6 STF ممکنه این 6 مولتوه نباشه، واسه همین با اینا دیگه کار، اصلا اینا رو میتونید کلا دیلیت کنید، دیگه کار ندارید. میخواد ببینید مثلا این لیگاند به فرض 4 چی بوده، خب خیلی راحت تو آووگادرو بازش بکنید. نه بذارید بهتون نشون بدم. تو آووگادرو این لیگاند رو من درگش میکنم، اینه. حالا میتونم بیام تو ادی، میتونم بیام تو ویو پروپرتیز، مولکول پروپرتیز رو بزنم، هم به اصطلاح فرمولش رو مینویسه، میتونم اینو برم در واقع توی پاپکم سرچ کنم، هم اسمش رو مینویسیم بالا. پس دیدید هیچ مشکلی نداریم از این جهت. پس اگه من مثلا یه ریزالت خوبی رو به فرض توی لاگ 2 دیدم، اینجا مثلا دیدم یه عدد خوبی داده، خواستم ببینم این کدوم لیگاند بوده، لاگ 2 میشه کدوم؟ میشه PDBQT شماره 2 میشه مال این. آره پس با این STF و مولتو دیگه کاری نداریم. خب بریم ببینیم چند تا رو انجام داده الان. شماره الان 5میه. یکم دیگه صبر بکنیم تموم میشه، رفت 6می و میبینید خیلی راحت. یعنی شما میتونید 100 تا 1000 تا لیگاند رو بزنید، برید دیگه، هر موقع که تموم شد 2 ساعت 3 ساعت 4 ساعت هر تعداد که هست تموم شد میتونید برگردید و خیلی راحت. خب این شماره 7 تموم شد، این هم شماره 8. مثلا این خوب به اصطلاح بایند نشده، این ولی مثلا نگاه انرژیش خیلی بهتره. خب پس اگه من مثلا اومدم به فرض این فایل رو نگاه کردم دیدم این مثلا -9، خب بعد خواستم ببینم کدومه، این لاگ 8، کافیه بیام چیکار کنم، بیام و فایل PDBQT شماره 8 رو این رو مثلا تو آووگادرو یا تو هر نرم افزاری که دارم، پایمول، هر چی که خودتون دارید میتونید باز کنید و ببینید که کدوم بوده. خب حالا آیا من باید دونه دونه این لاگا رو وا کنم نگاه کنم؟ نه، من یه کار دیگه براتون انجام دادم. من یه اسکریپت آنالایزر براتون گذاشتم که میاد همه اینا رو براتون یه جا میخونه. بریم ببینیم. خب آنالایزر که باز کنید یه همچین چیزی براتون میده. اولین کاری که بکنید که آدرس رو درست بکنید، آدرس همین پوشه رو بدید بهش. منتها حتما یادتون باشه چون این آر بر حسب لینوکسه، باید این در واقع اینا رو باید برعکسشون بکنید حتما. توی لینوکس چون اینا برعکسن دیگه. خب فقط این اولیو، با بقیه‌اش کاری نداریم. خب ست رو میزنم و ترجیحاً خطا رو دونه دونه حالا من رام میکنم. نیازی نیست اینا رو بدونید، اینا رو من تو دوره مقدماتی آر و تو دوره آر پیشرفته که الان من ضبط میکنم اینا رو همه رو توضیح دادم که چی به چی. شما یه کاری که میتونید بکنید اینه که اینا رو حالا من با کنترل سمت راست و اینتر ران میکنم. الان ببینید فایل رو خونده برای من. اگه فایل رو ران بکنم ببینید یه تعداد فایل بوده که یه دونه کامند بوده. خب بذار این کامنده رو من فرمتش رو عوض بکنم که نخونه اینجا، اشتباه نکنه. بذارید من اینا رو با این هلپ و اینا رو بکنم INF. بذارید من اینا رو ببندمشون. خب بذارید من این دقیقه اینا رو بذارید این هشتگ این علامت هشش هم وردارم که اوکی باشه براتون. اینم بکنم INF که با اونور اشتباه با این فایلا نخونه. اینم بذار بکنم INF. خب الان درست شد. اینا رو من INF بهتون دادم و توی آر الان من فایلا رو بخونم. بله الان ببینید فقط لوگا رو خوندش. خب حالا اینجا نگاه کنیم، میگم چند تا فایل دارم، میگه شما 8 تا فایل داری. خب حالا من میام چیکار میکنم، این قسمت رو من معمولا خودم جدا جدا اینا رو ران میکنم که دونه دونه هر قسمت رو ببینم. منتها شما میتونید حالا میتونید کلی رانش بکنید، ولی بذارید یه ذره توضیح براتون بدم. حالا اینجا میاد چیکار میکنه، میاد در واقع خط 27 این فایل ها رو، هر کدوم از اینا یه خط 27 داره که ببینید این اولیه، یعنی اون حالت پایش ببینید تو لاین 27
و یه کاراکتریه بین کاراکتر 14 تا 17. من گفتم اینا رو بیا جدا کن. بعد همه رو ریختم توی این در واقع آل بی ای، یعنی آل بایندینگ انرژی. الان نگاه کنید انرژی ها رو من همه رو اومدم جدا کردم. این الان این نتایج داکینگم بوده. حالا میام براش یه هیستوگرام رسم میکنم که خب چون دادم کمه چیز خاصی اینجا در نمیاد. میتونید شما به همین به اصطلاح آل بی اکتفا کنید اگر تعدادش کم بود. این بیشتر برای زمانی که ما تعداد داکینگامون خیلی باله. اینجا میاد در واقع تعداد فایلامون و تعداد بایندینگام بهم میده که درست باید دوتاش یکی باشه و تو قسمت بعدی اینجا یه دیتا فریم درست میکنه DF که اسم فایل‌ها با بایندینگ انرژیاشو میذاره. اینجا میاد اونایی که not available هستن رو جدا میکنه که خب ما not available نداشتیم قاعدتاً. و تو مرحله بعد میاد همون اینا دیگه اینجا بعدش هم کدایی که تو جلسه قبل توضیح دادم براتون که یه نامسک ایجاد میکرد، یه در واقع یه بازی از عددا رو از به اصطلاح میانگینمون تا کمترین دادم که اینا رو تو جلسه قبل گفته بودم که تعدادش هم میشه 351. این هم که یه دونه فانکشن بود برای پی ولیو، محاسبه پی ولیو و در واقع اینجا یه کاری که میکنه اینه که میاد دونه دونه عددا رو میده به اون فانکشن تا در واقع اون بایندینگ انرژی به اصطلاح زیر 500 رو به لحاظ پی ولیو برای ما محاسبه بکنه که میگه -9 میشه چی؟ میشه در واقع پی ولیو زیر 500 یعنی میشه 0.049. حالا چرا انقدر کم شده؟ به خاطر اینکه دادمون کمه. شما وقتی داداتو خیلی بیشتر بدید چون توزیع درست‌تر و معقول‌تری میشه این عدده هی در واقع میاد کمتر میشه. الان ما یه دونه، حالا شانس ما تو این 8 تا فایلی که دادیم یه دونش خیلی کم بوده، بعد این اومده چیکار کرده؟ تاثیر گذاشته رو میانگین دیگه. این موجب شده که پی ولیو ما مجبوره تو ترشولدی قرار بگیره که بایندینگ انرژی اون مثلا -9.12. خب واسه همینه که این قسمت که الان بهتون نشون دادم برای این تعداد لیگاند خیلی کار جالب و جذابی به حساب نمیاد. حالا من واسه همین میخوام چیکار کنم؟ میخوام مثلا 1000 تا لیگاند بیارم در ادامه این ویدیو، 1000 تا رو بگیریم، 1000 تا رو داک بکنیم و بیایم در واقع اینجا و خروجیاشو ببینیم. خیلی چیز جالبی میشه اتفاقا. و اینجا اینو ببینید، این خیلی جالبه. این چند تا دستور آخرش خیلی خوبه. این کمترین انرژی میگه مال کدوم فایل شما بوده؟ مال لاگ 8 بوده، یعنی مال کدوم لیگاند 8.pdbqt بوده که کمترین انرژی داشته. این عدد کمترین انرژی رو بهمون میده -9.3 که مال این بوده. و اینجا هم در واقع نه یه چیز اشتباه بهتون گفتم. این اولیه تمام فایلایی که معنی دار بودن، یعنی پی ولیوشون زیر 500 بوده رو بهتون میده. اینجا چون ما یه دونه داشتیم بهمون داده. اینجا کمترین انرژی رو میده و این به شما میگه اون کمترین انرژی مال کدوم فایل بوده. همین. خب حالا اینو من بهتون تا اینجا آموزش دادم. خب پس اینم شد آنالیزش. حالا بریم سراغ یه دونه اسکریپت دیگه هم داریم، اسکریپت دانلودر. این اسکریپت دانلودر چیه؟ این یه اسکریپتیه که میاد و برای شما یه تعداد لیگاند رندوم دانلود میکنه. حالا این لیگاندا رو من اومدم به دو صورت برای شما این کد رو نوشتم. اولی که آدرسش رو باید درست کنیم حتما. من آدرسی که اینجا دارم اینه و میام اینو میزنم. خب ببین دو حالته، من براش دو حالت کد نوشتم. توی حالت اول مثلا شما میگی بذار سایت پاپکم رو بیارم. خب تو سایت بتونه ببین، توی سایت که ما بیایم تو بروز دیتا تمام اون کامپاوندها یا همون لیگاندا رو برای ما اومده چیکار کرده؟ با شماره به ترتیب گذاشته. اینجا رو ببینید پاپکم کامپاوند 70 میلیون خورده ای روش میزنم و یه صفحه دیگه میاد. باید منتظرشم تا بیاد. یه ذره کندم هست. خب داره لود میشه.
ببینید دونه دونه از شماره 1. ببین این CID ببین شماره 1، این شماره 2 که وقتی بازشون میکنی نکن یه آدرس داره نمیشه کامپوند شماره 1. من مثلا اگه بزنم کامپوند شماره 34 حالا 346 خورد، شماره 346 رو برام میاره. اگه بزنم شماره مثلا 1687 ببین شماره 1687 رو برام من میاره. خب من اومدم چیکار کردم؟ گفتم شما بیا یا از یه عددی مثلا شماره 1 تا شماره 1000 رو، حالا من الان برای اینکه سریع ببینید مثلا 20 رو میزنم، میگم از شماره 1 تا 20 رو برای من از سایت دانلود کن. اینجا کداشو نوشتم و نیازی هیچی رو تغییر بدید، اینکه چی هم هست حالا مهم نیست. لینک رو میگیره یه کاری روش انجام میده و این عددا رو وارد میکنه و بعد دانلود میکنه. فقط یه نکته ای که داریم این قسمته، ببینه حتما باید پوشه لیگانز رو داشته باشید که من این پوشه رو خالیشو براتون گذاشتم که باش. خب کافیه بیم این قسمت رو از اینجا تا اینجا رو ران بکنم. خب اینا رو یادم رفت اجرا کنم، این دوتا رو اجرا کنیم. حالا اینجا رو ران میکنیم، اینجا رو ببینید شروع میکنه دانلود کردن. الان اگه بیام توی این لیگاند ببینید کن دونه دونه داره همه رو دانلود میکنه. اینو میخواستم بهتون نشون بدم که ما چجوری میتونیم از قسمت اول لیگاندا رو به ترتیب دانلود کنیم. ولی چون معمولا ممکنه، حالا نمیگم حتما، ولی ممکنه یه سری لیگاندا که پشت سر هم باشن شاید به لحاظ ساختاری شبیه هم باشن، من یه فکر دیگه کردم. اونم اینه که 20 تاش دانلود شد. نه از شماره 1 تا 20 بود دیگه، ببینید هر 20 تا رو دانلود کرد. اونم چیکار کردم؟ اینو من نمیخوام، بذار دیلیتش کنم. اونم کاری که کردم اینه که اومدم یه دونه رندوم دانلودر برای ساختم. مثلا گفتم بیا از شماره مثلا کامپوند شماره 100 سایت تا یه عددی چنده، یه عددی زیف کن 10 میلیونه، گفتم بیا مثلا 20,000 تا رو سامپل کن دیگه، رندومی انتخاب کن. بذار بهتون نشون بدم. مثلا این عددا رو رندومی از این بازه تا این بازه 20,000 تا عدد به من میده که من همین رو جالب که بهتون بگم من اینا رو همه رو دانلود کردم. تقریبا یه 4-5 ساعت طول کشید. بذار بهتون نشون بدم. اینا 18,738. خب یه سریش نیست دیگه، یه سری فایل ممکنه حالا اینترنت یهو مثلا حالا قطع و وصل بشه، یه مقدار کنچه، یا ممکنه اون صفحه در دسترس نباشه. من 20,000 تا دادم، 18,738 تاشو دانلود کرده برای من. اینها خیلی تعداد زیاده. خب حالا من اینجا میخوام 1000 بهش بگم 1000 تا برای من بیا جدا کن. حالا اون عدد چیزش هم خوبه، بازش هم خوبه، بذار 1 بدیم. مثلا این شماره 1 تا این عدد تو سایت بیا 1000 تا به من عدد بده. اینو اجرا میکنم. حالا اگه اینو بهتون نشون بدم، ببین این عددا رو الان قراره بیاد دانلود بکنه. خب کاری که میکنم اینه که میام اینجا این رو به اصطلاح سلکتش میکنم، ران رو میزنم و شروع میکنه برای من دونه دونه. ببینید داره دانلود میکنه، هر کدوم من بزنم باز میشه دیگه با آووگادرو. خب اینا مثلا اینه یکیش که حالا اینجا خیلی راحت میتونیم اگه خواستیم ببینیم کدوم لیگان بوده اینجا مشخصاتش هم داریم. اینا پس دیدید به همین راحتی. خب حالا این چون خیلی طول میکشه من میخوام همه 1000 تایی که دادم رو، حالا 1000 تا که نمیشه دیگه، یه تعدادشو دانلود نمیکنه، ولی منتظر میشم که بره. این باید تا عدد 1000 بره اینجا و بعد میریم آنالیز میکنیم و نتیجه جالبی رو قرار با هم دیگه ببینیم. من ویدیو رو پاس میکنم، تموم که شد میایم ادامهش رو با هم دیگه میریم. خب ببینید تموم شد دانلودش. همه 1000 تا آیدی که بهش داده بودیم رو رفت و حالا یه تعدادش رو دانلود کرد، یه تعدادش رو دانلود نکرد. بریم ببینیم چند تا شده. توی این پوشه لیگانز بود دیگه، ببین 933 تا رو دانلود کرده، یعنی یه چیزی در حدود اگر اشتباه نکنم 67 تاش دانلود نشده که حالا خیلی برای ما مهم نیست، همین تعداد برامون کافیه. خب ببینید این همه لیگانده. خب تو مرحله بعد چیکار میکنم؟ ببین دقت کن، چون لیگاندای من الان تو این پوشه است، من این فایلایی که قراره باشون کار کنم، یعنی این سه تا به علاوه این سه تا به علاوه پروتئینم که قراره تو مرحله آخر به اصطلاح تو وینا داکینگ رو انجام بدم میذارم اینجا. حالا کاری که میکنم بذار CMD رو ببندم، یکی جدید وا کنم. خب
ران از ادمینستریتور رو میزنم و این بالا cd میکنم، میام تو این آدرس. خب الان تو اینجام دقیقاً. حالا میام چیکار میکنم؟ میام همون دستور در واقع انرژی مینو دیگه انقدر شلوغ پلوغ شده، بذارید من اینا رو پاک کنم، دیگه نمیخوایم. خب چجوری پاک میکنیم؟ خب یه راه راحت بهتون بگم. بزنید ستاره.stf او اون تو پوشرم میاره. خب مجبوریم اینجا رو دستی پاک کنیم. خب بذارید من اینا رو پاک کنم، خیلی شلوغ شده. اینا مولتوان، اینا هم که پی دی بی کیوتیان، اینا لیگاند چیچی، اینا هم پاک کنیم. این لاگا رو هم بذارید پاک کنیم. نمیخوایم دیگه اینا رو هیچ کدومو. اینا رو می‌خواستم بهتون نشون بدم که چجوریه که دیدیم. خب این که پروتئین حالا باشه، این بقیه‌اش آره. خب بریم رینیمر رو هم بیاریمش. آورده بودم راستی، حواسم نبود. خب رینیمر رو بازش میکنم. البته بازم بود، حالا یه بار دیگه باز شد. خب آدرس اینجا رو بهش بدم. آدرس اینجا رینیم فایل stf، اینا هم که گفتیم دیگه باید حتما برعکسش بکنید. خب الان من اگر این رو بزنم، ببینید از شماره 1 تا 933 در واقع اینا تغییر اسم دادن. خب حالا بریم تو مرحله بعد که قرار انرژی مینیمایزینگ رو انجام بدیم. خب بریم توی در واقع این کامندامون، بریم توی انرژی مینیمایزینگمون. اینها این هشتگ رو برداشتم که اشتباه دیگه نکنید. خب من 933 تا الان لیگاند دارم دیگه. 933 رو وارد میکنم و این رو میزنم اینجا و ببینید شروع میکنه الان دونه دونه داره انجام. خب این خیلی طول میکشه. 933 تا رو باید اینجوری انجام بده. من پاس میکنم، تموم که شد ادامه ویدیو رو با هم دیگه میریم. خب مینیمایز کردن انرژیش هم تموم شد و بذارید یه چکی بکنیم. بله دقیقاً لیگاند 933 آخریش بوده که انجام شده. خب بریم سراغ ادامه کار. باید بیم حالا تمام این 933 تا لیگاند رو تبدیلش بکنیم به فرمت مولتو که خب کامندش رو اینجا براتون گذاشتم. کافیه که این عدد رو بذارم 933 به تعداد لیگاندام و این قسمت رو وارد اینجا بکنم. خب ببینید داره انجام میشه. خب چی شد؟ یه دونه ارور داد. یه همچین مولکولی توی یکی از اتم‌هاش مشکل براش به وجود اومد. اشکال نداره، اون یه دونه رو اسکیپ کرد دیگه، مهم نیست. یه دونه کم میشه اونجا، اون یه دونه احتمالاً فایلش مشکلی داشته یا حالا هر چی که بوده. یه دونه خوبیش همینه دیگه. ما این رینیم کردن یه خوبی که دارین که این وسط تو این پروسه هر مولکولی که اشکال داشته دانلود نشه یا اصلا اشکال داشته باشه تو این پروسه حذف میشه و هیچ اشکالی تو کارمون به وجود نمیاد، چون ما تعداد لیگاندامون زیاده. و وقتی رینیم میکنیم مثلا ما 1000 تا اول دادیم دانلود شه، در نهایت 933 تا بهمون داد، یه تعداد دانلود نشد. حالا از این تعداد داریم کانورتش میکنیم، ممکنه مثلا یه تعدادیش هم به اصطلاح تبدیل نشه و ممکنه در نهایت مثلا برای ما بمونه مثلا 930 تا، مثلا 925 تا مثلا فایل مولتو. اشکالی نداره، حالا اونقدی کم نمیشه. میتونیم همیشه یه تعداد بالاتر در نظر بگیریم، مثلا 1000 تا میخواد داشته باشید شما 1100 تا در نظر بگیرید که در نهایت 1000 تا رو داشته باشه. خب این طول میکشه. من دوباره ویدیو رو باید ببین یکی همینا، اینم مثلا انجام نشده، یه اروری داده که داره میره بالا. آره من اینو پاوزش میکنم که به اصطلاح تموم شد، ادامهش رو بریم. من شماره 130 خیلی طول نمیکشه ولی خب فکر کنم 2-3 دقیقه دیگه تموم شه. خب ببینید بعضی از این کانورت هایی که ما انجام میدیم ممکنه به ارور بخوره و رد نکنه. البته ممکنه مثلا 1 دقیقه 2 دقیقه 3 دقیقه مثلا اگر صبر بکنید شاید بره، بعضیشون نمیره، حتی 10 دقیقه 20 دقیقه هم صبر کنید نمیره. اگر دیدید نرفت یه راه بهتون میگم که در واقع راحت انجامش. ببین الان این ارور رو لیگاند 282 داشتیم. من اینجا کنترل سی رو میزنم. ببین کنترل سی رو که میزنم دستور استوب میشه. خب پس من از 1 تا 282 رو همه رو انجام دادم. 282 رو نمیخوام. میام چیکار میکنم؟ این دستور رو که اینجا داشتم
میزنم از شماره 283 تا 932 یا هر تعدادی بود دیگه، 933 بود، 2 بود، حالا هر تعدادی که بود این رو میزنم. ببینید از اینا ادامش میره. پس هر کدوم که دیدید اینجوریه میتونید در واقع از این طریق اون یه دونه رو به اصطلاح از کانورت کردنتون خارج بکنید. خب ببینید ما همه 932 تا لیگاندمون کانورت شد. بریم ببینیم اینجا. ببینید ما 932 تا لیگاند داشتیم، اون تا اینجا چون عددش فرق میکنه بریم رینیمش بکنیم، بعد راحت تر میفهم. خب بیایم اینجا. خب آدرسش بذار درست بکنم، آدرسش ایراد داره. خب این از این. خب اینو من رانش کنم ببینیم آخری چند میشه. خب شماره 930 تا یه تعدادی توش به اصطلاح تبدیل نشد دیگه، یعنی 2 تا دونه بود که توش ارور داده و تبدیل نشده. خب بریم حالا اینا رو، این مولتوها رو تبدیلشون بکنیم به PDBQT که خب خیلی ساده است. الان چند تا داریم فایل؟ 930 تا داریم. پس من این رو میکنم 930 و این رو کپی میکنم میارم اینجا و به این راحتی تبدیل میشه. خیلی هم سریعه، خیلی طول نمیکشه. خب همشون 930 تاشون کانورت شدن. بریم یه نگاهی بندازیم و رینیمشون بکنیم. خب بریم تو قسمت بعدی. آدرس رو هم بذارید درستش بکنم برای قسمت بعدی اینجا و اینو اجراش میکنم و خب فایلمون هم تبدیل شد. الان ما 930 تا در واقع فایل PDBQT داریم و یه دونه پروتئین فاینال هم میخوام دیگه قاعدتاً. نمیدونم دارم یا نه، بذار بیارمش. خب چون اینجا میخوام داکینگ رو انجام بدم، اینم خب لیگاندا رو دارم، پروتئین هم دارم. خب بریم سراغ قسمت بعدی، یعنی اونجایی که میخوایم در واقع داکینگ رو انجام بدیم. خب 930 تا داکینگ در واقع رو انجام بدیم. پروتئینمون درسته، لیگاندامون که از همون 1 تا 930، اینم که اکتیو سایتش و اینم که الان اتفاقاتی که قرار بیفته. خب میتونم برای که یه مقدار سریعتر کار انجام بشه، از اونجایی که خب ما حالت پایه رو فقط در نظر میگیریم، میتونم اینو بذارم 3، کلا 3 تا ران انجام بشه که سریعتر. حالا شما مثلا برای کار دقیق حرفه‌ای‌تر و این کار اصلی که میخواد انجام بده میتونید بیشتر بذارید. ما میخوایم خیلی وقتمون گرفته نشه. خب هر چقدر هم که عددو بیشتر بذاریم قاعدتاً دقیق تره. من کمترش کردم که یه مقدار کار سریعتر انجام بشه. خب کپیش که این نه، کپیش نکردم فکر کنم. خب کپیش بکنیم از 4 تا این انتها. خب اینو بزنیم ببینیم که چقدر سرعتش متفاوته با 10 تا. خب خوبه، خیلی هم کن نیست. منتها این خیلی طول میکشه. تقریبا بخوام حساب بکنم هر کدومش، بذارید تایم بگیریم ببینیم هر کدومش چقدر طول میکشه. خب الان از خب بذاریم چقدر طول میکشه هر یه دونش حدوداً. حدوداً فکر میکنم که هر کدومی 30 ثانیه طول میکشه، یعنی در مجموع 930 تا هم بخوایم در نظر بگیریم هر کدوم 30 ثانیه، 930 تقسیم بر 2، 900 به 2 میشه 450 با 15 چه 465 دقیقه میشه. زیاده، خیلی طول میکشه، چند ساعت طول میکشه. من اینو پاوزش میکنم دیگه، میذارم تا کل این داکینگ ها انجام بشه و بعد بریم در واقع ریزالتشو با هم دیگه ببینیم. خب ببینید این داکینگ هایی که ما انجام دادیم با اتوداک وینا انجام شد. منتها هر 1000 تاشو من انجام ندادم چون خیلی طول میکشید. یه چیزی الان حدود 3-4 ساعت گذشته و 520 تا در واقع از این لیگاندای ما داک شده. یعنی ما اینجا
در واقع این فایلای لاگ رو داریم که هر کدومشون نتیجه یکی از این داکینگ های ما هستش. ببینید به این صورته. خب حالا ما میخوایم اینا رو آنالیزش بکنیم و من فایل آنالایزر رو براتون اینجا قرار دادم توی این قسمته. این رو که بازش بکنید، من اینجا بازش کردم، میتونیم کلی اطلاعات در مورد این مجموعه داکینگ هایی که انجام شده داشته باشیم. خب به قسمت اول این آدرسش رو باید درست بکنید حتما اینجا رو، و این میاد چیکار میکنه؟ میاد و فایلای تکست رو میخونه. 523 تا ما الان در واقع فایل تکست داریم که تمامشون مربوط به فایل لاگ هست، یعنی نتایج داکینگ ما. اون پوزاش هم که خب توی اوتپوت داش 154 اینا رو هر کدوم آخر سر انتخاب کردید میتونید ببرید توی به اصطلاح نرم افزاری مثل اتوداک تولز، میتونید برید اونجا پوزها رو بررسی بکنید. اما اینجا ما چیزی که الان دنبالشیم اینه که ببینیم کدوم از اینا بهترینه. یعنی ما 523 تا داکینگ انجام دادیم، میخوام ببینیم کدومش بهترینه. خب من یه سری اسکریپت نوشتم، مهم نیست که بدونید چیه، من اینا رو ران میکنم براتون. یه مقدار حالا پیچیدگی خاص خودشو داره. منتها تو این قسمت اینا رو که ران کردم تا اینجا، بعد یه هیستوگرام ازش رسم میکنیم ببینید این نتایج کلی تمام داکینگ های ما هستش. تو این قسمت میاد تک تک فایل ها رو میخونه. اگه بخوام یه توضیح هم بهتون بدم، میاد تک تک فایل ها رو میخونه. لاین 27 که میشه دقیقاً اینجا نگاه کنید، هر کدوم از این لاگا اگر بازش بکنید لاین 27، یعنی اینجا میشه لاین 27. ببینید کاراکتر در واقع از اینجا تا اینجا رو من اومدم در واقع کد نوشتم، یعنی 14 تا 17 رو اومدم جدا کردم، همه رو چسبوندم به هم و در واقع یه همچین چیزی، یعنی تمام نتایج داکینگ های ما رو اومده اینجوری در آورده و حالا اومده یه هیستوگرام ازش کشیده. خب ما الان داریم میبینیم که در واقع این هیستوگرام داره به ما نشون میده که ما بیشترین داده هامون، بیشترین بایندینگ انرژی هامون حول محور منفی 7 کیلوکالری بر موله، اما کمتر داریم نزدیکای منفی 10 داریم، بیشتر هم داریم تا منفی 3. پس در مجموع این 523 تا ما یه همچین توزیع نرمال رو داریم. خب کل فایلامون اینجا به این 523 تا و اینجا یه سری کدایی که این به اصطلاح دیتا رو میاد تغییر بده. اینجا یه کدی نوشتم که بیاد چیکار بکنه، بیاد اون داکینگایی که نتایجشون not available هست رو حذف کنه، چون یه سریا به هر دلیلی داک نمیشن و باندینگ انرژی نمیده به ما. الان دی اف 1 ما 523 تا بوده، حالا این بینش احتمالا یه تعداد هستش که not available. حالا همینجوری با چشم بخوام بگردم یه مقدار سخته، اما توی DF2 شده 520 تا، یعنی 3 تا دونه نات اویلیبل داشتیم که من اون 3 تا رو حذفش کردم. خب اینجا دوباره همون قسمت، همون مطالبی که تو جلسه قبل بهتون گفته بودم که در واقع میاد یه پی ولیو برام مشخص میکنه، اون تا اینجا خیلی حالا الان مد نظرمون نیست. خب به این پی ولیو زیر 500 میشه از منفی 8.67 کیلوکالری بر مول میشه. یعنی اگر از اینجا به این طرف باشه خب به لحاظ آماری معنی داره. اما حالا من میخوام یه نکته خیلی جالب بهتون بگم. اینجا یه مبحث تازه و جدیدی رو باش قراره روبرو بشید. ببینید اینجا من اومدم نتایج رو یه خروجی گرفتم. ببین تمام اونایی که سیگنیفیکنتن رو این بهمون میده. اینجا دونه دونه شما میتونید برید چک کنید اینا رو. خب این کمترین لوئست انرژی مونه به منفی 9.9. این لوئست لیگاندمونه، یعنی اون لیگاندی شماره لیگاند 363 که انرژی شده انقدر که اگه خواستیم بریم پیداش کنیم. اینم هایران، اونایی که بیشتر از 5ان. این بزرگترینه که منفی 3.3 بوده که لیگاند 367 بوده. خب حالا اینجا میخوام یه نکته ای رو بهتون بگم، اونم اینه که ما اگر بریم اینا رو بررسی بکنیم، بذارید این لوئستا رو بهتون نشون بدم، اونایی که سیگنیفیکنت رو بیاریم. مثلا بیایم از همین لیگاند اینی که زده لوگ 108 یعنی مال لیگاند 180 پی دی بی کیو تی دیگه. خب بریم چکش بکنیم ببینیم چیه. ببین من ندید میگم که این در واقع یه مولکول بزرگی باید باشه، پی دی بی کیو تی. خب بذار آووگادرو هم بیارم نرم افزارشو، آووگادرو. خب
ببینید ندید یه مولکول بزرگه با وزن مولکولی مطمئناً بالای 300 هم باید باشه، 378. خب یه نکته میخوام بهتون بگم اینه که من سرچ که میکردم توی حالا جای مختلف، خیلی در مورد سایز مولکول هیچ جا صحبت نشده، اما شما در عمل که میاد یه تعداد لیگاند رندوم رو اینجوری داک میکنید، نتایجی که بسیار منفی ترین ها هستن در واقع اون لیگاندایی هستن که به لحاظ وزن مولکولی بزرگه، یعنی اتمای زیادی دارن. خب اتم بزرگتر یعنی چی؟ یعنی احتمال اتصال در واقع قوی تر و اینکه فضا رو خب بیشتر داره اشغال میکنه. خب حالا بریم بقیه رو ببینیم آیا همین هستش. بریم لیگاند 130 رو ببینیم این دفعه. 130 اصلا بعید میدونم که ما زیر مثلا 300 گرم بر مول. ببین اینم بزرگه، میبینید؟ بریم اینم ببینیم، ویو 542. ببین یه لیگاند خیلی بزرگه، این خیلی بزرگه، واسه همینه که انرژیش مثلا خیلی کم بوده، منفی تر بوده، یا میشه گفت اتصالش خیلی قوی بوده. خب این با این لیگاند با این اندازه و با این تعداد مولکولایی که با این تعداد اتمایی که داره، خب طبیعیه که انرژیش انقدر بشه. لیگاندی برای ما یه لیگاند خیلی خوب محسوب میشه که هم کوچیک باشه، یعنی تعداد اتماش کم باشه، وزن مولکولیش در نتیجه کم میشه و انرژی کمی رو داشته باشه. خب بریم چند تا دیگر هم ببینیم. حالا خودتون باز مثلا این دفعه یه دونه این واسه 363 که فکر کنم همونی بود که هم کمتر بود. 363 اینم قطعا یه مولکول بزرگی باید باشه. اینم بزرگه. این حدوداً به قیافش میخوره، باید مثلا همون هولوش 300 باید باشه. 402 این یکی، احتمالاً به خاطر این فکر کنم این باید بذار لیبلش رو بزنم. این فکر کنم کولور، بذار اینجا رو من نگاه کنم از توی این اتم پروپرتیز. آره کولوره، به خاطر کولور است که حالا در واقع وزنش زیاد شده. پس میبینید این وزن مولکولیشون میتونه در واقع اثر بذاره روی اون بایندینگ انرژی. معمولا حالا کمتر پیدا میشه مولکولایی که مثلا چند تا کلور داشته باشن یا به اصطلاح اتمای سنگین به نسبت مثلا کربن و هیدروژن و نیتروژن و اکسیژن مثلا داشته باشن. معمولا تعداد اون وزن مولکولی بالای مولکول ما به خاطر بیشتر بودن تعداد اتماشه. حالا تک و توک ممکنه کلور یا مثلا فسفر، گوگرد مثلا اینا رو هم داشته باشن، اما حالا کمتر. ولی میبینید دیگه. خب حالا بریم اون کمترا رو هم ببینیم چند تاشو، اونایی که هایر دن 5، مثلا 105 رو بریم ببینیم. 105. خب این 105 رو ببینید. خب ببینید کوچولوه، میبینید یه مولکولیه که مثلا هولوش 100 خورده‌ای باید باشه. البته فسفره یه مقدار وزنش به نسبت بیشتره. خب 183 میبینید نسبت به اون 500 400 و 300 قبلی، خب میبینید خیلی کمتره. یا مثلا بریم 187 رو ببینیم. 187 رو بریم ببینیم. اینجا ببینید خیلی کوچولوه این دیگه، این خیلی باید کم، فکر کنم همون نزدیک 100 اینا باید باشه. این 108. میبینید؟ پس دقت کردید؟ پس الان به یه نتیجه رسیدیم، مولکولای کوچیک‌تر این طرف هم مولکولای بزرگتر این طرف. یعنی بایندینگ انرژی ما عملاً بستگی داره به چی؟ بستگی داره به اندازه و تعداد اتم‌های اون لیگاندمون. خب حالا بر این اساس من اومدم چیکار کردم؟ یه قسمت دیگه رو من قرار دادم به جهت اینکه بیاد تک تک لیگاندا رو، تک تک لیگاندایی که ما تو داکینگمون استفاده کردیم رو بیاد به اصطلاح مولار ویتش، هم مولار مسش رو بیاد به دست بیاره، همون وزن مولکولیش رو،
و در واقع بیاد با اون مقایسه بکنه، یعنی انرژی رو با وزنش در واقع بیاد مقایسه بکنه. خب یه سری کد نوشتم، اینا رو من رانش میکنم. حالا نیاز بدونید چی به چی، اینا یه سری در واقع دیتا مانیپولیشن و اینجور چیزا هستش، حالا دونستنش مهم نیست. از فور میزنم، اینا رو هم ران میکنم. خب اینا رو هم ران میکنم، اسکوراش هم ران میکنم، اینا رو هم ران میکنم. این رایت دا سی اس رو هم بزنیم، ریزالتمون در واقع ذخیره میشه. خب بریم اینجا ببینید نتیجهمون ذخیره شد. Analysis Result. خب ببینید یه فایل CSV ذخیره میشه، اینا به این صورته که در واقع خروجش این شکلیه. من اومدم یه فرمول در واقع حالا از خودم در وردم برای اسکور دادن که الان بهتون میگم چی. ببینید این فایل لاگمون بوده. خب این بایندینگ های هر کدوم بوده، این لیگاند داشته که خب قاعدتا هر کدوم همونه دیگه، مثلا لاگ 70 میشه لیگاند 70 و این در واقع مولار ویتش که از روی خود فایل PDB-QT محاسبه میکنه. بذار بهتون بگم چجوری اینو من محاسبه کردم، شاید جالب باشه براتون. توی این قسمت رو ببینید یه کتابخونه ساختم از در واقع اون اتم‌های رایجی که توی لیگاندا هست، هیدروژن، کربن و هر کدوم هم در واقع اون جرم اتمیشون رو دادم. بعد میاد فایل در واقع کاری که میکنه اینه که مثلا بذار بهتون نشون بدم. آی رو مثلا شماره حالا 1 همون بذاریم شماره 1 رو ببینیم. اینو که میدیم لاگ 187 میشه اولین فایلمون. بعد اینجا کاری که میکنیم اینه که عددش رو در میاریم، بعد تبدیلش میکنیم به لیگاند، یعنی اون لاگ تبدیل میشه به لیگاند 187. حالا این لیگانده رو فایلش رو میخونیم به صورت یه فایل متنی. حالا میایم چیکار میکنیم؟ تمام خطایی که اولشون اتم داره اونا رو جدا میکنیم. ببینید اینجوری میشه، تمام اتم‌ها جدا میشه. حالا میایم چیکار میکنیم؟ میایم دقیقاً کاراکتر شماره 14 یعنی این اتم‌ها رو از توش در میاریم. اینجا رو ببینید اتماش در اومد. خب اون لیگانده. حالا میام چیکار میکنم؟ مولار مسش رو حساب میکنم. اینجا یه فرمول نوشتم که دونه دونه هر کدوم از اینا رو با توجه به این جدول محاسبه میکنه و تیبلش میکنه. میگه 6 تا کربن داری، یه دونه هیدروژن داری، 2 تا نیتروژن داری و مولار مسش هم میشه 101 به این صورت. پس دیدید الی آخر. خب و ما الان یه همچی. خب حالا ادامهش چی؟ الان چی رو میخوایم بفهمیم؟ ببینید کاری که من کردم اینجا تو مرحله آخر برای اسکور دادن یه کاری کردم، اومدم از طریق این فرمولی اسکوری دادم. یعنی چی؟ یعنی اومدم از بایندینگ انرژی، یعنی ستون دومم از دیتا فریمم یه قدر مطلق گرفتم، یعنی هر عددی که هست اینجا مثلا منفی 4 و 6 میشه 4 و 6، منفی 3 و 3 میشه 3 و 3. خب یه قدر مطلق گرفتم، بعد تقسیمش کردم به مولار ویتش. چرا؟ به خاطر اینکه شما میدونید دیگه، بذارید تو چیز براتون بکشم. ما توی حالا ریاضی مثلا میخوایم یه اسکوری بدیم به حالا یه چیزی، مثلا همین اولیه رو ببینید، به اصطلاح این بایندینگ افینیتیش همون انرژی شده منفی 4 و 6، که البته خب این قدر مطلق شده دیگه، شده 4 و 6. خب بعد تقسیم بر چیکار کردم؟ مولار ویتش کردم، یعنی تقسیم بر 101 که در واقع خب قاعدتا جوابش میشه 0.04 یعنی 0.04 دیگه، یا هم 400 حدوداً. خب این یعنی چی؟ ببینید هر چقدر انرژی بالاتر باشه اسکوره میره بالاتر و هر چقدر این وزن کمتر باشه اسکوره میره بالاتر. یعنی انرژی بیشتر با وزن کمتر. در نتیجه هر چقدر اسکور ما بالاتر باشه یعنی چی؟ یعنی این لیگاند یه لیگاند خیلی خوبیه، یعنی لیگاندی که با وجود در واقع داشتن وزن مولکولی کم انرژی خوبی داشته. یعنی اومدیم انرژی رو با وزنش سنجیدیم. مثلا اگه من یه دونه داشته باشم منفی 7 ولی مثلا وزن مولکولیش باشه 800، این خیلی به درد نمیخوره دیگه، چون طبیعیه که مثلا اگه وزن مولکولی من 800 باشه اینو بده. اگه تو
بذار تو خود آر حساب کنم، خواستم تو ماشین حساب کنم. خب این قدر مطلقش میشه 7 تقسیم بر 800 دیگه. ببین 7 تقسیم بر 800 میشه چقدر؟ میشه 0.008. خیلی کمتر از 4 و 6 تقسیم بر 101. یعنی اینجوری اومدم اسکور دادم و بعد اومدم چیکار کردم؟ دقت بکنید، من اومدم این رو تو این خط اومدم سورتش کردم بر اساس اینکه کدوم اسکورش بیشتره و بعد سیوش کردم. خب الان نگاه بکنید، لیگاند شماره 187 با اینکه انرژیش منفی 4 و 6 ولی به نسبت دستم خوردش، خب ولی به نسبت مولار ویتش که 101 بسیار لیگاند خوبیه. یعنی یه لیگاندی که تو این 523 تا عملا بهترین عمل کرد رو داشته. خب بریم لیگاند 187 هم ببینیم. لیگاند 187 PDBQT این رو من میارم اینجا. این همین بود، دقیقا همین مولکول کوچیکه بود. خب بذار ببینیم چی هست اصلا این. بریم اینجا یه نگاهی بندازیم ببینیم C6 الان اسمش هم مینویسه. بذار من ببینم خیلی کوچیک C6H8N2. بریم تو پاپکم. اشتباهی چیزو زدم، اشکال نداره بذار باز بشه. خب C6H8N2. خب بریم ببینیم چی هست این اصلا. C6H8N2 اینو من سرچش بکنم تا بیاره اینو برام. خب اینه دیگه دقیقاً. وزن مولکولی 108 حدودی اینا. ببینید 101. حالا چرا این فرق میکنه؟ یک کوچولو فرق میکنه به خاطر اینکه این فایل PDBQT یه سری هیدروژنا رو نداره دیگه. این یه چند تا هیدروژنه موجب میشه که در واقع این یه اختلافی رو داشته باشه، ولی خب مهم نیست، مثلا اختلافش در زیر مثلا چند درصد دیگه، خیلی بر ما اهمیت نداره. خب دقیقا همینه، این بوده، یه همچین مولکولی بوده. آره این الان مولکول تو کل این در واقع 520 فکر کنم 520 تا به اصطلاح داکینگی که ما انجام دادیم، این مولکول خوبی بوده به نسبت با اینکه انرژیش الان ما متوجه شدیم دیگه یه همچین مولکولی حدوداً با یه همچین انرژی خب انرژی خوبیه براش تقریبا، یعنی تو تعداد شما میبینید که اینجوریه. حالا یه همچین الان ما یه چیزی فهمیدیم، مثلا توی الان با توجه به اینکه من پروتئینم مشخصه و اکتیو سایتش رو میدونم کجاه، الان میدونم که من اگر یه لیگاندی داشته باشم در این حدود باید انرژیش از این کمتر باشه، یعنی از منفی 4. الان دیگه ببینید ترشولدمون عوض شد. ما قبلا با اگه به تنهایی میخواستیم بدون در نظر گرفتن اندازه و وزن به اصطلاح مولکول میخواستیم بریم، خب یه اشتباهی به وجود می اومد دیگه، یعنی پی ولیو به ما میداد ولی ما اونجا اندازه رو لحاظ نکرده بودیم. اما الان با توجه به اینکه من 500 حالا 20 تا مثلا داکینگ انجام دادم و لیگاندام رندوم بوده، الان من به این نتیجه رسیدم که اگر مثلا من لیگاندم به فرض میگم اگر مثلا 80 گرم بر موله، مثلا یه همچین بایندینگ انرژی براش خوبه، چون بالاخره من خیلی گشتم تا یه همچین چیزی رو پیدا کردم دیگه، خیلی راحت نبوده. پس میبینید الان من حدودی میتونم بفهمم که هر در واقع بایندینگ انرژی چه با چه مولار مسی در واقع ارتباط داره. بذارید اصلا حالا که اینجور شد بذارید یه کار جالبم بکنیم. میتونیم اینجا یه پلات هم تهش رسم کنیم، یه دونه اسکتر پلات من بکشم از DF $2 بایندینگ افینیتی و DF $2 مولار ویت. خب ببینید اینجا رو خیلی جالبه، هر چقدر ببینید کاملا اصلا یه حالت اصلا یه کوریلیشن داره ها، این اصلا قابلیت این داره که ما یه کوریلیشن بتونیم ازش بگیریم. اینها بذار یه کوریلیشن بگیرم، تابع کور کوشش همینه، کور دات تست، کوریلیشن بگیرم بین این دوتا. بذار این دوتا رو بدم، این مطمئنا علیه کوریلیشن برای من پیدا میکنه. خب این دیش نیفتاد. خب اینو ببینید
خب چیه الان مشکل چیه؟ error in the df molar weight. بذار ببینم این مشکلش. این عددی نیست از دات نامریک. اینا که دورش حالت کوتیشن داره یعنی این به اصطلاح حالت بذار این یکم ببینم این چی. نه این عدده. خب ببینید کوریلیشنمون منفیه. خب کوریلیشن خیلی حالا خیلی قوی نیست ولی خوبه. پی ولیوش هم ببینید، پی ولیوش ببینید سیگنیفیکنته. اصلا میشه در واقع ما بیایم و براش یه آستانه‌ای رو مشخص بکنیم. میتونیم مثلا کد بنویسیم، میتونیم معادل خط، میتونیم یه خط براش رگرسیون بکشیم و بیایم چیکار بکنیم؟ بیایم و به اصطلاح کاری که انجام بدیم اینه که میتونیم پیش بینی کنیم که ما با هر مولار ویتی توی این دقت کنید این جدوله دقیقاً برای پروتئین ما و اکتیو سایتشه ها. خیلی مهمه این نکته. الان من میتونم بیام یه خط بکشم، یه در واقع خط رگرسیونی بکشم و کاری که بکنم اینه که باش پیش بینی بکنم که اگر من مثلا یه لیگاندی داشته باشم با یه وزن مشخصی، این چطوری در واقع بیاد به اصطلاح اینجوری بذارتون بگم. رگرسیون قابلیت پیش بینی داره. من میام یه خطی رو فیت میکنم، یه خطی که کمترین فاصله رو نسبت به اینا داشته باشه، یه چیزی مثل هم RMSD دیگه. خب بعد میام چیکار کنم؟ میام ارتباط بین بایندینگ افینیتی و مولار ویت رو به دست میارم. خب البته خب خطا داره دیگه، بالاخره دقیقی در نمیاد. بعد اگر من مولار ویت رو بهش بدم، مثلا میگم خب من یه لیگان دارم مثلا 250 به فرض 250 گرم بر موله. این بر اساس این در واقع شاخص ایگرگی که من اینجا دارم میاد چیکار میکنه؟ میتونه تشخیص بده که این بایندینگ افینیتیش چقدره. یعنی یه مدل در واقع میشه گفت یه مدلی میسازه، یه مدل رگرسیونی میسازه یا ماشین لرنینگ میسازه که میتونه در واقع بدون اینکه شما داکینگ رو انجام بدید به اصطلاح میتونه پیش بینی کنه. البته بدون اینکه داکینگ رو انجام بدید در واقع ما این تا داکینگ دیگه انجام دادیم، ما 500 تا در واقع اومدیم داکینگ انجام دادیم که به همچین در واقع نتیجه رسیدیم. اما به چه دردی میخوره؟ به درد این میخوره که ما بتونیم در واقع یه ترشولدی رو در نظر بگیریم برای اینکه برای این در واقع اکتیو سایت ما، برای این پروتئین ما از چه حدی کمتر باشه، ولی این دفعه با 2 تا پارامتر. دقت کردی اون چیزی که من تو جلسه قبل گفتم تو جلسه 9 با یه دونه پارامتر بود، اونم چی بود؟ فقط به اصطلاح اومدیم از بایندینگ انرژی استفاده کردیم، اما اینجا داریم بایندینگ انرژی و مولار ویت رو با هم داریم اندازه‌گیری میکنیم و این میتونه خیلی جالب باشه. خب بذارید من کداشم اضافه کنم. حالا که تا اینجا گفتم حیفه، بذارید من کدای این قسمتم اضافه بکنم. من این کدایی هم که الان از اینجا رو تو همین فاصله چند ساعتی که داشت به اصطلاح این اتوداک وینا داشت اون 500 و خورده ای داکینگ رو انجام میداد، من اون موقع کداشو نوشتم. یعنی در واقع همینطوری دارم همزمان پیش میبرمش. خب بذار من کدای رگرسیونش هم بنویسم که بعد به اصطلاح برگردیم و این قسمت هم ببینیم. خیلی جالب میشه اتفاقا. خب بذار من پاوز کنم بنویسم بعد بیایم دوباره. خب تو همین تایم من رگرسیون خطیشم کدهاشو نوشتم و خیلی ساده است. یه متغیر دیتا نوشتم، دی اف رو ریختم داخلش و اومدم یه ایندکس براش تعریف کردم که در واقع بیاد 80% رو به اصطلاح به عنوان ترین استفاده کنه، 20% هم به عنوان تست، که به صورت 80-20 رندومی یه سمپل میگیره و الان من این ایندکس ها رو دارم. اونایی که 1 باشن میرن تو ترین، اونایی که 2 باشن میرن تو تست. پس من در واقع اینا رو در واقع تو 2 تا جدول تقسیم بندی میکنم. ببینید این ترینه، اینم تسته. خب حالا اینجا هم ببینید نگاه کنید، ترینمون شد 415 تا،
آیتم و اینم 150 که جمع بذارید با همیشه هم 520. خب دو تا پلات هم کشیدم اینجا، یکی این پلات ترینه و این پلات تسته، یعنی اون دادهایی که به عنوان ترین و تست استفاده کردم. خب یه بار دیگه من پلاتو کشیدم که این پاک شه. خب ببینید این الان ترین من اومدم چیکار کردم، یه مدل در واقع لینیر رگرشن بهش فیت کردم بر اساس همین دوتا متغیری که داشتیم و اینم که حالا چیزاش پلاتش هم نمیخواد. خب اینترسپتش و اسلوپش اینا رو از تون در واقع کوفیشنس مدل کشیدم بیرون اینا رو. خب ببینید الان عرض از مبدا و در واقع شیب خطه. خب یه ابلاین کردم مدلمو، ببینید اینجوری در واقع یه خطی رو من فیت کردم که در واقع میشه گفت بهترین خطیه که میتونه برای این دادا در نظر بگیره. حالا میام چیکار میکنم، میام از دادای تستم استفاده میکنم و مدل رو ارزیابی میکنم و ارورش رو اینجا محاسبه میگم، یه چیزی در حدود 82% هم دقت داره. خب حالا من اینجا الان اینترسپت و اسلوپ رو دارم، میتونم فرمول براش بنویسم به حسب y مساوی ax به علاوه b، که خب اگر با در واقع اینجوری بنویسم بگم y مساوی شیب و ضرب در x کنم به علاوه به اصطلاح این عرض از مبدا، اون موقع برعکسه، یعنی من وزن مولکولی رو باید بدم. ببینید نگاه کن اینجا رو، من وزن مولکولی رو میدم، مثلا میگم 200، اون به من میگه که نه اشتباه گفته، بایندینگ انرژی رو بهش میدم مثلا -5، اون به من میگه بایندینگ انرژی -5 حدودا باید 243 باشه، ولی خب ما که اول کار بایندینگ انرژی رو نداریم، بنابراین من اومدم چیکار کردم، برعکس این فرمول رو نوشتم، یعنی یه دور، یعنی y مساوی ax به علاوه b، این b رو بردم اون ور شده y منهای b تقسیم بر a شده x، یه فانکشن دیگه نوشتم از اون طرف. حالا نگاه کنید شما اینجا هر به اصطلاح مولکولار ویتی بهش بدید، مثلا بگید 150، میگه برای مولکولار ویت 150 با توجه به مدل ما و اون 520 به اصطلاح داکینگی که انجام دادیم، بایندینگ انرژی -3.3 براش یه چیز طبیعیه. ببینید طبیعیه یعنی به طور میانگینه، یعنی ما برای به اصطلاح -3.3 باید به اصطلاح منفی تر باشه. باز میشه دوباره برای این یه توزیع نرمال در نظر گرفت، یعنی ما میتونیم بیایم دوباره باید کد اضافه کنم، یعنی هی همجور داره در واقع میره جلو. یعنی مثلا بیام یه توزیع نرمالی اضافه بکنم، مثلا بگم که 1000 و بذارم مینمون مثلا باشه -3، بذار ببینم دارم، آره اینها، بذارید یه پلات کنم اینو، دنسیتی آر نورم فلان، یه همچین. البته باید دادای بیشتری بهش بدیم، ما الان فقط به حسب این -3.3 بهش پلات توزیع نرمال کشیدم. حالا بر اساس این دوباره ما میتونیم بیایم پی ولیو مشخص کنیم. ببینید این دفعه این خیلی نکته جالبیه، این دفعه من میتونم بیام چیکار بکنم، بیام دوباره این قسمت که 95% که اینجاست، یعنی 5% که میفته این طرفو در نظر بگیرم، اون موقع پی ولیو من میشه زیر 500. یعنی دقت بکنید پی ولیو زیر 500 برای وزن مولکولی 150 گرم بر مول یه چیزی در حدود -6. دقت کردید؟ پس با اینکه ما توی کلیت اون داکینگ هایی که انجام دادیم، داکینگ -9 داشتیم، -8 داشتیم و تو کل داکینگ هامون پی ولیومون منفی مثلا 8 بود، ولی برای این به اصطلاح وزن مولکولی با توجه به مدل رگرسیونیمون که در آوردیم اینجا فرق میکنه، اینجا قضیه فرق میکنه و ما اینجا دوباره میتونیم بیایم اون فرمولی که بالا داشتیم رو میتونیم بیایم اعمال بکنیم. یعنی کدوم فرمول؟ الان دقیقا بهتون میگم کدوم فرمول. بذارید بیام بالا پیداش کنم، خیلی کدا چقدر اصلا قرار نبود اینقدر کد بشه. آها اینجا. خب بذارید من اینو کپی کنم، اینم بذارید کپی کنم، این پیدا کردن پی ولیوه. خب اینم بذارید بذارم پایین.
این از اینو اینو که داریمش اصلا، فقط این بر اساس بذارید بس من اینو الان یه دونه متغیر جدید براش تعیین کنم به اسم نیو دیتا. این آر نورمه رو بدم بهش. باز میگم باید دیتای بیشتری بهش بدیم، ولی همینقدر فعلا برای کارمون کفایت میکنه. من این دفعه نیو دیتا رو میدم بهش. خب این الان تقریبا درسته. پی ولی رو بر حسب این در واقع نمودار میتونیم به دست بیاریم. اینا که تقریبا اینا هم همونه. بذار ببینم فرمولش چیه. بذار اینا یه دور اجراش کنم ببینم چی میده. -7 و خب این پی ولیوش میشه انقدر. این داره روی این نامسکه رو باید برم دستورش رو بالا بیارم. بذارم بهتون میگه این میشه اینه، چون بر حسب این فور بر حسب نامسک داره کار میکنه. خب این دفعه میگم نیو دیتا رو بذار بدم بهش. سکن مین نیو دیتا منهای مین انقدر. خب این از این یه دونه پرانتز کم داره. خب این از این مین میگم عددش معقول نبود، 5 نباید بشه. خب 408 شد. خب ببینید الان دقیقاً درست در اومد. الان با توجه به مدل رگرسیونمون که بالاتر دیدید، برای ببینید نتیجه نهایی بعد از این همه ما محاسبات و معادلات و این همه داک کردن و کار آماری انجام دادن، تهش به این نتیجه رسیدیم که ما ببین کل چکیده این چیزی که من خواستم بهتون بگم توی داکینگ وزن مولکولی یا تعداد اتم ها دیدید دیگه، تو تعداد بالا چقدر میتونست تاثیر داشته باشه. اصلا یه کوریلیشن سیگنیفیکنتی داشت دیگه. دیدید دیگه من یه کوریلیشن براتون کشیدم که دیدیم کاملا یه ارتباط معناداری بین انرژی اتصال و به اصطلاح مولکولار ویتمون داشتیم و بر اساسش اومدیم یه مدل رگرسیونی در واقع ترسیم کردیم که بتونیم چیکار کنیم. بیایم مثلا در نظر بگیریم که با توجه به اینکه مثلا من وزن مولکولیم باشه 150 مثل اینجا، این بایندینگ انرژی که به من میده انقدره. خب که حالا من میتونستم بیام چیکار بکنم، بذار اصلا اتوماتیکش بکنم که دیگه دستی هم ندیم مینه این. خب مثلا من به شما میگم که خب بذاریم درست بشه. خب -3 بذار این رو من بذارم جای این. خب مثلا من میگم فرض کنیم که وزن مولکولین باشه 210. خب اگر 210 باشه مدل من میگه انرژی اتصال برای این -4 و حالا 14 حدودی -4.4 به طور میانگین، یعنی وسط دیگه، این وسطش میشه انقدر. خب که اینجا رو ببینید پلاتش که بکنم، این میشه در واقع اون توضیحی که ما از روی اون به دست آوردیم. حالا اگر من بیام این دفعه اینم بذار درستش بکنم، خب بذار بیاد کار راحت تر اصلا بکنیم اینو، برای اینکه خیلی قشنگ تر بشه. من میزنم که predicted BE اسمشو میذارم. خب هر عددی که بهش بدم اینجا خب محاسبه میکنه میده دیگه، خروجیشو به میده. predicted BE پرینت هم داره دیگه، هم مینویسه هم پرینت میکنه. خب پرینت نمیخواد، بذار فقط چیز کنه. خب
مثلا من اگر بهش 210 بدم میگه که منفی 4 و انقدر. خب حالا این دفعه تو قسمت بعدی بیاد و دنسیتی کنه آر نورم فلانو. نیو دیتاش اینجا، نیو دیتاش بس به اینه در واقع. این هم پلاتشه دیگه. این هم پلاتشه. بذار پلاتش هم کدشو درست بکنیم. 1000 تا داده بذاره و مینش هم باشه برای این میشه. خب ببینید مثلا بذار عددش تغییر بدم، مثلا 180 رو که میدم میگه منفی 38 باید باشه. این میشه پلاتش و این دیتای جدیدم میشه کلکولیت میکنه پی ولیو رو بر اساس دیتای جدید و بعد میاد پی ولیو رو براش حساب میکنه میگه منفی 5 به سمت منفی تر باشه سیگنیفیکنته برای این. حالا اگر من بگم مثلا وزن مولکولی این دفعه براش بیام در نظر بگیرم مثلا 450، ببینیم برای این چقدر سیگنیفیکنت میشه. ببینیم میگه برای این باید منفی 10 باشه تا سیگنیفیکنت بشه. پس میبینید چقدر فرق میکنه وزن مولکولی، سایز چقدر توش اثر داره. حالا اگه مثلا 80 باشه چی؟ خب بعد منفی 3 و 6 باشه تا سیگنیفیکنت باشه. از منفی 3 و 6 به سمت منفی تر دیگه، به سمت منفی تر. پس دقت کردیم ما تو این در واقع جلسه هم اومدیم کلی لیگاند رو اومدیم داک کردیم، از توش کلی اطلاعات در آوردیم، یه مدل رگرسیونی درست کردیم، توزیع نرمال ازش ساختیم، بعد پیش بینی کردیم و بعد هم اومدیم در واقع برای هر انرژی، برای هر وزن مولکولی انرژی رو مشخص کردیم و در واقع براش یه پی ولیو جدیدی تعریف کردیم. این کلی چیزی بود که در واقع من می‌خواستم توی این ویدیو تو جلسه 10 به شما یاد بدم.